دوستان امروز سوم مای است. علاقه سوم مای 2020 آفتی که با سر مردم فردوسی آمده بود. میخواهم چند نوار ویدیویی که تصویری به من رسید پیشکش شما کنم. در حقیقت با چشم خود ببینید که مردم چقدر مصیبت زده هستند، در حقیقت چقدر زجر میکشند، در عذاب ماندن. انشالله که این روزها هم بگذرد. حالا این نوارها رو پیشکش شما میکنم که شما عیناً مشاهده کنید. این هم ساختمان مکتب نوی به نام فردوسی که زیر آب مانده است و قبلا چنین بود. همین خیلی در این تصویر میبینید قبلا چنین بود، یعنی چقدر زیر آب مانده است. یعنی با این تصویر میشود درک کرد که چقدر در حقیقت آب زیاد آمده است. اینجا این سیلی که آمده است از ازبکستان کلا دهه فردوسی رو تقریبا در حال پخش کردن و ضبط کردن و در میشود گفت که حتی ضبط کردن، چون مردم همه روزدار و کار و بار خود آواره بودن. این ساختمان رو میبینید که علاقه غلطید و همه جبر دیدن. متاسفانه از دست این سیل خیلی مردم زجر کشیدن و در این ماه رمضان سرگردان شدن. از همین جهت خواهش میکنم دیگر برادرانی که همین خیلی که دستگیری کرده ایستادن، بچهای فارش و جتسای ایلیچ پرسیس همچنان دستگیری کنید و این نوارها رو که میبینید مشاهده کنید که چقدر مردم در حقیقت ضرر دیده هستند. تنها جان سالم خود را گرفتند و از اینجا رفتند. و این خانه ها رو همین خیلی که میبینید زیر آب ماندن. آب همچنان از طرف ازبکستان در حال حرکت است. به طرف قزاقستان حتی مردم تراکتور خانه و در همه چی را پرتافته فقط دست خالی با یک دو پر لباس یا اسناد و مدارک دکومنت ها فردوسی رو ترک کردن. انشاءالله که رسد باز آن روزهایی که همه اینها برطرف شوند، مردم برگردن به زندگی صحیح و سالم خود و روزی خوب و خوش بینن انشاءالله در آینده. این هم همه چیز زیر آب مانده است. و این در ویدیو هم که میبینید این منزلی هست که زیر آب مانده است. حداقل از دیگر بقیه منزل ها 2 متر بلندتر است. این هم علاقه تریتوریا محوطه‌اش آب وارد شده است و متاسفانه یعنی متحمل ضرر گردیده است این خانه. و این مسجد رو میبینید علاقه که همچنان آب رفته ایستاده است، در حال پخش کردن و ضبط کردن خانه و در و مال و ملک مردم است. این آب در حقیقت بیرحمانه و این مصیبتی که بود که اصلا کسی انتظارش رو نداشت. کلا دهه فردوسی همین خیلی که مشاهده میکنید غرق آب شده ایستاده است. رفتم و همچنین تشکر میگم از تمام بچه های بننگ و ناموسی تاجیک که در این ناحیه در جتسای ایلیچ و طرف پرسیز و این دورور گوشه زندگی میکنند و این سیل یعنی این خطر به آنها هیچ تعلقی ندارد. در فکر کمک و کوشش دارند که مردم را هر چیزتر دستگیری کنند، یاردم کنند و اون چیزی که دارند در اختیار گذارند. اطلاعاتی که به من رسید مردم را حتی به خانه و جای استقامت شناسا رفیقا تامین کرده ایستادند. از جمله حتی به من گفتند که گوسفند پوشیده امروز به مدرسه برده آنجا مردم را افطار میدهند، نان پخته ایستاده برده مردم را دستگیری میکنند. و چند نفر دیگر به من زنگ زده گفتند که ماشین سوار شدن حرکت میکنن روند به طرف بیتانکا و مردم کمک کنند تا مال و گاو و گوسفند هر چی که به طرف بیتانکا برده علاقه رسوندن از این زیر یعنی آب ماندن نجات دادن. آنها رو میخواهند کمک کنند که با کجا برن و چیکار باید کنند. یعنی شتابان به طرف کمک رسانیدن آمدن. تشکر زیاد از همه شما جوان مردان اصیل ملت تاجیک.
و همین خیلی که میبینید همچنان در تصویر معلوم است. برای همین بهتر است که من ساکت مانم، شما صدای پرنده و گاو و گوسفند همه حیوان و یعنی پرنده هایی که سرسان و سرگردان هستند نیز در این نوار اگر با دقت گوش کنید در حقیقت دهشت آور است. گوفای کسایی هم برافسادن ویترینرها بیرون شکرسادن قشلاق ایسی چو امی گوفای کسایی در گروپ شنوست گرید شو منم یکی گوفای کسایی نگاه کنه گوفای کسایی نگاه کنه طرف ویشو یارک از طرف پرتیم من برادر او وانگا سمسوده من این دانی خونی همسایه مو اشور محمد من آب من دروازه اینجا من این مکتب ببینه این مکتب تیگه من این زمین مکتب تیگه من همین را کم ترمون برای اسفالت هم و اون طرف بجای برای اسفالت گذاشته شده پایین نشه که راست زمینه که محمد جان جو به پایین گذاشته شده یعنی جوبو من دروازه محکم نمیتونم درم آقای یوسف این قشلاق اپش طرفش полный من طرف عقب طرف невозможно обмыть уровень هم بلند полный яком облад kad брата зин мен хлапун тоюм вео همش این قشلاق в общем об баландеш ажаптыр як метр зиёд об deyince як метр 2 метр зиёд об deyince orqasini yopmagan bu boron sarkat خونای همسایی ما هم بابای قادرشاه منه آنها ترکتراشون در درنی آب من این ترکتراشون در درنی آب منه فونتامین منه آب برادران منه آب خونای دامولا عبدالخلیل منه آب برادر آنها آشخونار دیستا دید منه فونتامین ها را من این آغلاشون غلطی دیان حاضر چه شیروها تینج هنمون بیشترگه هنمون نابوبات غلطی شده هنمون نابوبات الله خودش نگهونشون شده چیزی هم که خیر رسون ساده هم خبری نغزه هم خیر که گنده هم خلق کن فهمد هنمون نابوبات حاضر بیشتر همون لم غلطی شده حاضر همی روحی هم بوزش فهمی ساده هم من دوام الله
من حاضر چند تاش پرسیدم ویدیو کردم. همین این خونی دوملا عبدالحفیظ من خیش ساده حالا نمو دیوال ممکن لامباد نمو بیاش احد گانده نام کشیده اونو خونای بابای عبدالرسول یعنی رو کوچی ماچی حاضرچش خیلی خونا نلامبیدن. من ایرو برم اومد گفت هیکل گرفت برفته بیم. من یه ساعت که فکرم علیکم برادرای فردوس سکیده من ده حاضر برای سنام من رحمتی بای موسی خوجا. سلام علیکم. خشلاق برادرها اونا بخلا بلا میسان قدس الله مرا خدا نیا دارد. خشلاق ببینید کوچی که رمزونه عبدالخالق بچه مومین یعنی uzburi çorum pol. Ela zemine pisti pia. Amma şuje bura. Şevval. Etraf zemine kirov. Bu çorum pol. Полный үйлер құлап жатыр. Минут сайын, секунд сайын әрбір үй құлап жатыр. Ауылдың жан-жағын жапқан, суды әрберге жіберуге қоймайды. Минут сайын су құлап жатыр. Фердауси ауылы, Мақтарал ауданы Фердауси ауылы. Ауылдың жан-жағын жапқан, суды жібермей жатыр. Кетеміз енді. Minut sayın құлап жатыр үйлер. Минут сайын үйлер құлап жатыр. Секунд сайын құлап жатыр. Міне, салынған жаңа мектеп судың астында. Міне, үйлердің барлығы құлап жатыр, қирап жатыр. Ана ар жақта үй қалмай жатыр. Міне, дауыстар шығып жатыр, қырсылдаған. Білмейміз, кімге арызданамыз, кімге айтамыз арызымызды. این آبام داره. این رها همش محکم شده است.
این همین ناحیه فردوسی تپه پیشی اون چگری بودگی قشلاق همین وقت زمان آبلاد کردن همین درجه آبان که جدا بسیاری همه این پولیو منی خانه اوجه پیشش بغل دادن خانه خلق همه ایواکواسیون کردن خلق. این هم زیر آب ماندن و ویران شدن دهه تاجیک نشین فردوسی در کشور قزاقستان.